دوستانی بهتر از جان السلام، عاشقان باختگان ای اهل ایمان السلام. السلام علیکم حاضرین گرامی، همصدقان گرامی قدر. سرول برای جمع شدن به این چاره‌بینی و کشاده نمودن گروه شمشاد صاحب ما را دستگیری نمودند که ما این گروه را کشادیم، یعنی گروه همسنفا همسبقا، و این شیشت را با فکر عقیده دلاور غایب ما تشکیل کردیم. برادر صحابیدین شمشاد برای این کار خدمت‌های بی‌نظیر کردند. پیش از شیشت آمدن برادرها ناگفته نماند که فرهاد عبدالقادر خیر احسانی به حد بسیار کردن، همسنفا را شیشت و ضیافت‌های بهترین دادن و دیگر برادران اولوغبیگ عبدالقادر و دیگران در خدمت کلی همسبقان بودند. از یکایک شما همسبقان عزیز ما منت داریم. احسن و آفرین. مقصد از این جمع آمد ما، نشست ما با هم، مقصد اساسی همین بود که ما با هم جمع شویم، از دوره های لحظه های بهترین و لحظه های طلایی بچگی یادآوری کنیم. احسن و آفرین برادران عزیز. اگر در وقت سخن گفتن خطا کردیم، انسان به لغزش به خطا نمیشد. بخشش زیاد که من به هر یکایک شما زنگ زدم، مراجعت کردم، به عزت نفس کدام شما رسیده باشم. باری دیگر منظرت. بنده حمزه ترسونزاده. صحتمند و سربلند و خانه آباد باشید همسبقان عزیز.